کردی بمب اتم چطوری کار میکنه یا حتی ترقه ولی موشک‌ها. خب ما امروز میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم یه بادکنک چقدر میتونه در مقابل یه ترقه دووم بیاره. میخوایم اونو با یه ترقه بهتره کنیم. پس اگر که این ویدیو رو دوست داری با من همراه باش. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من عرفانم و خوش اومدید با یه ویدیو از چنل عرفانیز. ما قراره اینجا بسوزونیم، آتیش بزنیم، بهتره کنیم و از همه بدتر زخمی بشیم. اگر از من خوشت میاد چنل منو ساب کن، زنگوله کلارش هم بزن تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم تا اول نفری باشی که ویدیو منو ببینی. پس برو تا بریم. امروز هم مثل همیشه دوستم همراه منه، پس بهش میگم وارد بشه. علیرضا آرزی. سلام رفقا، چطوری؟ علیرضا آرزی هستم. کانال علیرضا آرزی پایین میاد، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. خب داشتم امروز باید چیکار کنیم؟ امروز می‌خوایم بادکنک‌های انفجاری رو انجام بدیم. بادکنک. خب ما یه ترقه تک شوته میاریم. بله. بادکنکامون رو پر بنزین می‌کنیم و چسب می‌زنیم روی دیوار و ترقه می‌زنیم داخلش. ترقه تک شوته الان بهتون نشون میدیم چطوریه. پس بریم. خب دوستان الان این ترقه‌ای که ما گفتیم اینه. بیاد جلو نشون کامرا بده. ببین این ترقه اسمش کهکشانیه، یعنی تو هوا میترکه. اگر که دیده باشید از اینجا فتیلش رو روشن میکنیم، میذاریم داخل لوله، میزنیم به بادکنک. این مال شرکت فکر کنم تیتان هم باشه، ساخت ایران هم هست. خیلی با کیفیت و خوبه. بریم برای پارت بعد. لوله وسیله برای انتقال آب، گاز و چیزای دیگه است، ولی ما امروز میخوایم اونو به شکل داغونش کنیم. لوله 3 اینچ واسه یه ترقه است. ترقه رو میذاریم داخلش و میتره کنه. بیا نزدیکتر بیا. اینو به این صورت میذاریم داخلش. این حفره که خالیه چسبش میکنیم و فتیله رو روشن میکنیم به صورت RPG مانند. بهتره که بریم. امروز به چند تا وسیله غیر کاربردی احتیاج داریم. اولینش بلوکه، دومیش بادکنک، سومی بنزین و چهارمی و پنجمی چسب و سرنگه. اینا ما قرار استفاده کنیم داخل ویدیو. با این سرنگه ما اول بادکنک رو باد میکنیم، بنزین رو میکنیم داخل سرنگ و تزریق میکنیم به چیزای بادکنک. اون بلوک هم واسه اینه که لوله میذاریم روش زاویه رو دقیق تر کنه. پس بریم. خب بچه‌ها مرحله اول باید بریم اول جای این لوله رو مستقر کنیم. خب داشتی باید چیکار کنیم؟ خب لوله رو میاریم، 2 تا بلوک میاریم. بیا نزدیکتر بیا. این بلوک رو بردار. خب بذار رو سر این یکی بلوکه. این رد میکنیم داخل این. اونم میذاریم زیرش. بیا بگید. آره. کامل میذاریم یه زاویه‌ای که مناسب دیوار روبرویی. آره این زاویه. حالا ترقه رو میذاریم این قسمت. بیا رو ترقه. آره. و پشتشو چسب میزنیم که در نره، چون این به واسطه نیروی واکنش پس میشه عقب و پشت چسب بخوره. اینجوری چسب میزنیم به این طریق. دیوارم بگیر. قرار بکنیم تو این دیواره. بریم. خب واسه اینجای کار ما میایم چند تا بادکنک باد میکنیم و بنزین میریزیم داخلش تا بتونیم ببینیم ترقه میتره کنتشون یا نه. اول بنزین رو میریزیم داخلش. بچه‌ها به مقدار خیلی کم نشون بده. این نزدیک خیلی کم، در حد نیم سی واردش میکنیم چون خطرناکه. بچه‌ها لطفاً این کارا رو هم داخل خونه انجام ندید. اینا محوطه بازه، بگیر دور اطراف. محوطه باز خطرناکه. خب برو. خب سر بادکنک رو میبندیم. الان بادکنک ما آماده است. باید بریم به دیوار روبرویه. خب چند تا دیگه باید بکنیم. چند تا دیگه هم باد کنیم. حالا Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's. خب ما بادکنک رو باد کردیم 4 تا رو و میخوایم بزنیمش به دیوار. بچه‌ها پس دوباره حواستون باشه بنزین زیاد نباید بریزید داخل اینا میترکونه. همینقدر بادش کنید. بنزین هم خیلی کم، در حد نیم سی سی یا 1 سی سی. پس بریم برای پارت بعدی. Let's go. It's karma.
بچه‌ها میریم واسه شلیک اول. بریم. لیتس گو بچه. بیا نگیر. بسم الله. دور شین. رو ما بگیر. بیا آقا. کامera رو ما داشته باش. افهم یه پیش رو. اوه. یا خدا. چی میشه؟ یا خدا. یا پیغمبر. چی میشه؟ تهش کجا رفت؟ دیگه تهش. اوه. چه پرتابی شد. برداشت اول به موفقیت نرسید. به دلیل اینکه ما چند تا برداشت اشتباه کردیم و درست تنظیم نکردیم، لوله رو میاریم جلوتر تو ببینیم میخوره یا نه. برداشت اول دوم که نخوریم، برداشت سوم. برو. بچه‌ها دوشین. آریه. ببینیم چی میشه. اوه. خدا رحم کنه. یکیش بکید. بیا نگاه کن. اینجا رو بیا. تیکش اینجا نشست. چسبید. ظاهرا بادکنکان نمیپوکه. خب بریم برای برداشت آخر ببینیم میتونیم اینا رو بهتر کنیم آخر کار یا نه. برداشت آخرم بریم برای برداشت آخر ببینیم چی میشه. برو. لیتس گو. بریم. بیا کنار. این دیگه باید بخوره واقعا. یه خورده بهش. خدا کنیم که بخوره. اوه. خطرناک. بیا ببینیم چی شد. بیا. همه رو ترکون. بادکنک چسبیده بود. یکیش هم ترکیبش اینا داره خالی میشه. بیا نگاه کن. بیا. اینم داره خالی میشه. این که هیچی. رو اینا هم بگید. نگاه اینا چسبید داخلش. خب حالا بیا لوله پولیکان بگیر. لوله رو بگیر. لوله تبدیل به چی شد؟ ترکیده داخلش. اینجا هم دیگه سیاه شده. سیاه شده. شاید انگار لوله اگزاست. برو تا بری. خب بچه‌ها طبق بررسی ما اینجوری که دیدیم شات چهارم تونست دو تا از بادکنک‌ها رو بتر کنه. خب داشتن نظر چی بود؟ ویدیو واقعا جالب بود. اگه داخل شب بود شاید مثلا اون بادکنکی زمانی که میپوکید می‌دیدیم که شاید آتیش گرفته باشه. آتیشش مشخص. واقعا ویدیو خیلی پر زحمتی بود. اگر که از ویدیو ما خوشتون اومد چنل ما رو ساب کنید، لایک و کامنت و ساب و شیر و کامنت و نمیدونم همه کارا رو انجام بدید، از ما حمایت کنید. و برای ویدیوی جدید داخل کامنت بگین چه سبک ویدیو شما دوست دارید تا ما برای شما انجام بدیم.